امروز 22 فروردینه، ساعت 8:30 صبح و من ساعت 10 صبح قرار دارم با زری میخوایم بریم آفتاب بگیریم. من دیشب ساعت 4 صبح خوابیدم، خیلی نخوابیدم. الان یکم بهترم، یکم بیدارترم. اونجایی که دستم تمیزه میخوام کرم مرم بزنم، اول کارام میکنم. نه جان نوره. اینجا آفتابیه. امیدوارم که اونجا هم آفتابی باشه. میخوام زیاد آرش نکنم که همش عرق کنم، قرار آفتاب باشه. اینا خیلی اون مخمه، جوش نیستن ها، سوراخ شده پوستم. نمیدونم چیکار. هرچه دیدی اینو بخر، بد خفنه. نه بگم میخوام چی ببرم. این کیف ساحلیه و این کلاهباکت ستش رو برم. آموزش جفتش توی یوتیوب هست، گذاشتم براتون. اگه فکر میکنین دوست دارین داشته باشین میتونین. یه گربه زندگیمو گرفت. اینقدر یه تو دبیرستانی بودیم ضد آفتاب میزنیم، پوستمون همین شکلی میموند. چیزایی که میبرم این حولهه که میخوام روش بخوابم، آفتاب بگیرم. کیفو دارم برای اینکه مثلا ضد آفتاب و لوازم بهداشتی و لوازم آرایش و اینا بذارم. مرطوب کننده هم میذارم. روغنی که میخوام باش آفتاب بگیرم رو میذارم. یه اسپری فیکسی بوده که تموم شده، اینو توش آب میریزم که دیگه هر چند وقت یه بار بزنم به سک و صورتم. این بیکینی که میخوام ببرم سبزه، به خاطر اینکه کیفم سبزه و به خاطر اینکه کلام سبزه. فکر میکنم کافی باشه. یه کلاه شنا باید بگیرم و دیگه بوفه داره دیگه اونجا، همه چی میگیرم برای خودم. شلوار جین مشکی و پیرهن مشکی و زری تکستاره. گفت رو میدیم. توی یکی از ویدیوهام بود که یه آرایش آفتاب سوخته کرده بودم. اون باحاله برای امروز. پس همونو میزنیم. دیشب خریدم تو داروخونه، یهو دیدم که یه چیزی میخوان که لبو کانتور میکنه. اینم با خودم میبرم، اینم میندازم اون تو و من آمادم. پس بریم که من نمیتونم اینو نبرم، اصلا خریدمش برای همین مواقع. این توش یخ زیاد، چند تا دونه تیکه خیار، نمک صورتی بریزیم که دیگه ادایی بودن رو تو بچگی به هم گفتن همه سما و آفت کشایی که میزنن به خیار توی پوستش جمع میشه. دیگه هیچ وقت پوست خیار رو نخوردم، چندش هم میشد. نمک صورتی همالایا. الکترولایت های بدنت هم تامین بشه، یعنی میخوام یه جوری آفتاب بگیرم میزنم داخل کیفش. هر چیزی برخوش کیف خاصی داره. نوروبیونم به هم داد خشایار که بخورم و دیگه ببین برم. چی با نمک شدم. نه که نگین اگر که این ویدیو رو میبینی خدا خیرت بده، اینو تو پیش من جا گذاشتی. هر بار استفاده میکنم میگم خدا پدر تو بیامرزه. برم اسنپ بگیرم و یه قهوه بخورم و برم دیگه، چون رفتن اونا. باگی که وجود داره. چه های گله توی خونه. هوا ابریه اصلا خنکه. نمیدونم. در الان من اینا رو نیم ساعت پیش بهشون گفتم من 10 دقیقه یه رو دیگه میرسم. قرار سوار ماشینشم با دست بذارن این دهن من جر بدن. الان اینا میان هی بعد یه کارتی بگیرن میزنن. چی من فقیرم، من پول ندارم. من اومدم ورودی گرفتم. سلام. اجازه بدین یک مقدار. ببخشید. هوا رو دیدین ابریه؟ آفتاب تو هوای ابری اگه آفتاب بگیری خیلی خوش‌تر میشه.
نه دیگه همین الان اون کارت کشیدن. اوه خب من کارت به کارت میکنم پس. خیلی متشکرم و ما دیگه از اینجا به جلوتر دیگه با شما خداحافظی نه ببخشید خداحافظ. من رفتم. خیلی دوست داشتم. دوتا کراتین موهاشو احیا کرد با سشوار یه دور. باورم نمیشه. بعد میگن دختر ادایی خوبه. توی بهترین حالت گیسوانم خب و اینو از شامپو تخم مرغی حمام باشگاه انقلاب خیلی خوش گذشت. کاش کمتر ابری بود بیشتر آفتابی. سادگی از دوستای من موج میزنه. پر وسیله اسکی ولی وقتی میگی بریم اسکی هیچکی نیست. معلوم نیست نمایشگاه چیه. قد شلوغه. ما میخوایم بریم نماز نهار. باشه ویتامین دیمون کم بوده. ما تو ترافیک گیر کردیم. واقعا حق ما این نیست. واقعا حق ما اینه که فری پس داشته باشیم. این ماشینا همه برن کنار. میدونی سر چی میکنم ای بترم چون بام بودی قبلی که فیمس شم. سرشار از انرژی خورشیدیم. خیلی برگر بخوریم. سفارش میگیری؟ گشنمه و باید غذامون رو زودتر بیارم. پیاز کبابی هم کسی تو دست گرفتن برات آدمای هات دستشون نمیسوزه؟ نسوزه ما رعیت ها هر وقت دلار کشید بالا انسانیت به خدا اگه خوب نشه ردیس خودم رو میکشم. این بدون نگه این دفعه خودم رد شد که اصلا الان داره میره پایین. خوب در نیورده رنگکارش تو ترمیم به پایین یکی ارگیش قاطی. من هم از نظر میرکرد غذا مزیت هم از نظر صوتی و تصویری کلا یه نمیم ببخش آقا یکی به ما رسیدگی کنه. بله زهرا من کیفیارتم که صحبت من دوست تو بودم. من یه توصیه‌ای برات دارم. بفهم. جلو دوربین زشته. من عقده‌ایم که صافت اما من عاشقت بودم.